ما نسلی بودیم که دختر پسرش هم فرقی نداره، یه جوری گذروندیم تا الان که نمیشه اسمش رو زندگی کردن گذاشت. ولی با توجه به اون چیزایی که میشنیم از بزرگترها که روز خوبی بوده، یه روز خوبی شاید بیاد، من خودم یکیم که تلاش میکنم این جمله‌ای که زندگی همینه از ذهنم پاک بشه و به فراتر از بقا فکر کنم، به فراتر از اینکه فقط زنده باش، فقط اون تلاش یک ماهت برای هزینه خورد و خوراکت میره و فقط برای هزینه زنده موندنت، اونم در صورتی که خوش شانس باشی صرف میشه. اینو خیلی سعی میکنم از خودم دور کنم، به چیزهای دیگه فکر کنم. مثلا با خودم میگم طبیعت رو تو زندگی بگنجون، هنر رو بهش فکر کن. حالا ببین، سوال اینجاست اون نسل آینده‌ای که ما بزرگتراشیم و الگوی این نسل منیم که دارم مجبور زندگی میکنم، منیم که سعی میکنم این عناصر رو تو زندگیم بگنجونم و باز هم ناموفقم. بخوام هم بهش یاد بدم که زندگی فراتر از این هاست، چیزی به جز حرفهای تو خالی بهش نزدم. واقعا سوال اینه که چه خواهد شد؟ نسل آینده چجور قرار بهش این چیزهایی که حالا به جز برای بقا زندگی کردن، برای بقا تلاش کردن رو چجور میخوایم بهشون یاد بدیم؟